السلام علیکم و علیکم السلام. برادر عزیز گرامی قدر، چخیلی که با همگی معلومه امروز یک روزای فراموش نشونده، یک روزایی که در دل انسان و خرسنده انسان و یک چیزی است که چی میگن با همگی معلومه. برای شما یک برادر پیشنهاد میکنیم و دربارش کمی سخن میکنیم. از یک چواندوزوی ناحیه سنگبوری سابق طویلدره، جماعت دهات زرشویان دهه جور، با نام پهلوان ناظم خوج محمد با اسم شریف پدرش، از یک بزکشی نومی در خود ناحیه سنگبوری سابق طویلدره در خود جماعت دهات زرشویان در معرکه بزکشی، یعنی در خود شهر دوشنبه در خود پایتخت، نام از یک برادر را برداشت که در مابین این برادر نام یک برادر را برداشتن خیلی غیرته. به همون خاطر برادرای عزیز گرامی قدر باید که هر یکی ما انمی خیل باشیم، از کدام جهت باشه نباشه، از کدام جهت ورزشیش ما باید که در صفحه اول باید باشیم. به همون خاطر برادرای عزیز گرامی قدر کمی باشه در حق برادر دعاگو باشه که خداوند برارش تیا با هم خیل در معرکه‌های بزکشی در خود مرکز شهر دوشنبه نامی یعنی ناحیه و نامی پدر و مادر در بین مردم با قدر بلند برسونه. به هم خاطر کدموید که میشناسش فقط دستگیریش کنه. دستگیری یک دیگر خوبه. برادرها در کجای باشی باید یک دیگر را چکو کردن در کار، دستگیری کردن در کار، در حق یک دیگر دعای نکردن در کار. و برادرای عزیز ما در شبکه‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی ما بسیار وقت نیستیم، از سبب که وقت مو نمیرسه. چند قیه وقت مو میرسه، ما برای شما کمی باشه یک نوار میکنیم که تو هم شما تماشا بکنه و چی در حق ما دعاگو باشه. به هم خاطر ما همین برادر را رحمت میگیم که یعنی نام ناحیه را و نام دهه را و نام جماعت در این خودی یعنی که پایتخت نامشه برداشت که با نامی محمد بگزاده ناظم شای خوج محمد نگانی را. با هم خاطر برادرها همه وقت دستگیری کنه، دستگیری را فراموش نکنه، همه وقت دعاگوی یک دیگر باشه. دریای خینگاو هم علنگش افتاده است. خیلی تو ویدیوی آینده بیای سر بزنیم از خودی این برادر، از یعنی مرکز شهر و از خودی پایتخت، از جایی که معرکه بزکشی بود، با یک سری بلند این برادر استقبال میگیریم و رحمتنامه در حق این برادر میگیم. تو ویدیوی آینده خداوند در امانش نگهدار تو باشه. آزی یک افیا میمون آوازه کردیم ناظم طویلدره، خداوند برارش داد. ناظم پهلوان ناحیه طویلدره از پی شهر دوشنبه، سیم باز از پی حاجی ایرج، نامی است کرابل خطی علال کرد. انا که برای آخیر بتوز، برای که برای آخیر بتوز هواری پایم مهمان اتای خدای برای همی مهمانی طویلدرگی ولی سیر اونو خطی منیجر گذاشته که چیز ریکلام نه اگینست و تو مهمان آمدی ای جان که میزبان دلم باشی، زیدرگاه خدازاری تمنای دلم باشی، همه حرف و حجابم را تمنا و نیازم را نویسم با خط زرین که قرآن دلم باشی. برای همه تون مهمان همی شعر هدیه. پهلوان ناحیه طویلدره از پی شهر دوشنبه از پی حاجی ایرج سیم باز، نامی است کرابل.
500 سومای نومی عادلجان کاملوف شهر کولوف شهر کولوف مهمون خمای اوخی ما فهمیدم اخراج پایان میره بعد اوخی مایل یکم مایلی انا خام شد نگاه مهمون خمای مخلیصا هوای خام شد اگر هوای خام شد اگر این اون خام بود گنه نشده هوای گیرید یه مهمون بز گیرید هوای گیرید یه مهمون گیرید هوای گیرید اگر میره دست هوای دانه خوش نشد همین هم مهمون تگره مالی به ما مهمون ایلون کنمولی ما فهمیدم مهمون بوده کتی خوش تکم بدی همون قبول های بیو پایان های حاضر یک آسیا مهمون آوازه کردیم نازیمه تولداره خداوند برارش داد نازیم پهلوان مایه تولداره اصلی شهر دوشنبه سیم باز اصلی حاجی ایرج نامی است خراب الخطی الوکات انا که برای اخیر بطور هواری پایان بردگی محمد شواندو مهمان توفه شد مهمان موتیواسیا توخ کردگی در میدان بابا جان شواندو توخ کردگی در میدان بابا جان شواندو سریاسیابی شهر دوشنبه اصلی امک اخبردی نومی است زلطای آخیر ده از سوار کنه که مهمان نام مات شد